بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمتتون و سلامتی و عافیت براتون طلب میکنم. سوره مبارکه نساء آیه 139. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. منافقین عذاب دردناک خواهند داشت. کیان منافقین؟ کسانی که یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اینا دنبال اهل ایمان نیستن، اینا دنبال اینه که با کفار و اولیای خودشون بدونن، میرن تحت سرپرستی کفار بیدینان. مثلا میبینید ترامپ براش مهمتره از یک انسان شایسته، حاضر بره تحت ولایت او ولی تحت ولایت و حاکمیت خدای تعالی نیاد. خیلی اشتباهه. این بیماری اهل نفاقه. منافقان اینطوریه، پناه میبرن به نتانیاهو ولی نمیرن زیر چتر خوبان و نیکان. اینا مشکل اصلیشون اینه، ایبتغون عندهم العزه. اینا عزت طلب میکنن که میرن پیش اینا، گاهی چون اونا پول میدن، دلار میدن، مثلا وعده هایی میدن، اینا گول میخوره. قرآن شریف میفرماید که این خطایی که اینا دارن میکنن، اینا واقعا امید دارن به اینکه دریافت عزت کنن از اینا که خودشون هم عزت ندارن که. فإن العزة لله جمیعا. عزت همش مال خداست، به هر کی بخواد میده. بنابراین العزة لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت مال خدا، رسول و اهل ایمانه. اینه که مؤمن نیستن به عزت نخواهند رسید، به ذلت و خواری خواهند افتاد، هم در این دنیا هم در عالم آخرت. انشاءالله ما جزء منافقین و کفار نباشیم و عزت رو از درگاه الهی طلب کنیم. موفق باشید. السلام علیکم.